بریم. چی؟ اولین بانکی که توی دبی افتتاح شد ایرانی بود؟ نه شوخی نیست. ریشه بانک HSBC توی دبی از یک بانک ایرانی شروع شده. بذار داستانش رو برات بگم. ما همیشه در رابطه با نفت و سرمایه گذاری و برج‌های بزرگ و پیشرفت‌های دبی صحبت می‌کنیم. ولی کمتر کسی میدونه اولین بانک رسمی دبی سال 1946 وقتی هنوز کشوری به اسم امارات وجود نداشت، در واقع شعبه‌ای از بانک شاهنشاهی ایران بود. اون موقع دبی فقط یه بندر کوچیک بود. نه خبری از برج خلیفه بود، نه دانتان، نه مارینا، نه پروژه‌های چند میلیارد دلاری. اما همینجا تو قلب همین شهر تابلوی یه بانکی که فعالیتش رو از ایران شروع کرده بود بالا رفت. حالا نکته جذابش چیه؟ این بانک بعدها اسمش شد بریتیش بانک آف د میدل ایست و در نهایت هم توسط HSBC خریداری شد. بانکی که امروز تو بیش از 60 کشور دنیا شعبه داره. یعنی چی؟ یعنی ریشه سیستم بانکی مدرن دبی به مؤسسه‌ای وصل بود که از ایران شروع شده بود. اون زمان که خیلی‌ها تو سراسر جهان فکر می‌کردن که نفت یعنی همه چیز، ما داشتیم توی دبی زیرساخت مالی می‌ساختیم. چون پویایی دبی مال امروز و دیروز نیست. اینجا همیشه شهر پیشگامی بوده. محل تجمع اونایی که زودتر از بقیه آینده رو می‌بینن. اون موقع‌ها آینده نگری تأسیس شعبه بانک بود، ولی امروز آینده نگری یعنی سرمایه‌گذاری ملکی.